چته تو؟ حالا یه چیزی گفت چرا سری گور میگیری؟ به من میگی نرم بعد خودت میخوای بزنی به تلفنش. خب میذاشی من میرفتم میزنم جلوی صورتش هم شاید پشت کلش میکردم دیگه. این پرونده پزشکی زنشه. آره با تو حرف نمیزنم نه؟ هیچ ردی ازش پیدا نکردی؟ نه هیچ ردی پیدا نکرد. یعنی چی؟ وقتی که بهتون گفتم بدون هماهنگی با من کاری نکنید بعد فکر اینجا رو میکردید. حالا چیکار باید بکنیم؟ بفرمایید بشینید. هیچ کاری نمیخواد بکنید. بشین. میخوام شوهرمو ببینم. به موقعش. خانم شما چرا پلیس در جریان نذاشتین؟ چون پای جون بچم وسط بود. این فکر شما بود و شوهرتون؟ من کاوه مخالف بود. بفرمایید. ببخشید وکیلش آمد. باشه. خانم امینی چرا در مورد سابقه بیماری رویتون به ما چیزی نگفتیم؟ منتظر وکیلتون هستین اومدن. میتونید برید. اما اینو بدونید هرچی حرف نزنین بیشتر از بچه‌تون دور میشید. گذشته من هیچ ربطی به گم شدن بچم نداره. این آقا رو میشناسین؟ بهروز صابری دلیل خوبی برای انتقام گرفتن داره. درسته؟ یه چیزی که همه این صلح باید ثبت میکرد تا حسی که خودش تجربه کرده شما هم تجربه کنید. میتونه کسی دیگه یو اجیر کرده باشه چون خودش کل روز اینجا بود. من بچه‌شو نکشتم. ولی این آقا میگه شما قاتل بچه‌ش هستی. آقای مهرگویا خیلی ممنون که تشریف آوردید. وظیفه است. بازم میگم مطمئن باشید نمیتونن کاری بکنم. اگرم نیازی شد هستم در خدمتتون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. امری دیگه ندارین خانم؟ خیر. متشکرم. انجام وظیفه است. کاری نداری؟ ببخشید. اونی که بعد عذرخواهی کنه تو نیستی. شوهرته. فنوس. خوبی؟
تصادف من ثبت شده. 3 ماه پیش زده به موتوری. صاحب منم پیدا کردم. ولی 5 روز قبل از آدم روغایی گزارش سرقت ماشینشو داده. حالا واقعا من دوسته شده. مدرک بریم ازش. آره فیلماش هست. حساب فیلمو بذار. بده من. ببین صاحب ماشین میگه ماشینش چند ماهی میشده که اینجا پارک بوده. خودش فیلم تمام دوربینایی که میتونسته ردشو بزنه رو گرفته، ولی چیزی دستگیرش نشده. ببین غیر از این دوربین، ببینی چون از یه زاویه اینجوری گرفته، یه کمی از صورتش دیده میشه. حالا اینجا رو ببین. این تصویر کسیه که شب اتفاق پشت فرمون ون بوده. من میذارمش کنار تصویر این راننده. ببینی تقریبا یکیه فکر میکنم. اسم پوش. فیلم قبلی رو دیدم. بزن عقب. همین چیز. آدمی که نمیتونه در یه ماشین رو باز کنه چطوری تو چند دقیقه 2 تا در خونه رو باز کرده؟ بهت گفتم این کارو نکنیم. نگفتم؟ پسر شلوارشو نمیتونه بکشه بالا. بعد تو 10 میلیون دلار پول بی زبونو دادی بهش ببره اونجا تنهایی؟ پسر پدر مادرش معلوم نیست کیه. بعد به این آدم اعتماد میکنی، 1 بار حاضر نشدی به من اعتماد کنی. الان مسئله تو اونه یا خودت؟ مسئله من تویی که فکر میکنی اگه 1 بار به حرف من گوش کنی باختی. به احمق دوزاری اجازه دادی بیاد تو زندگی دخترت، اون همه سرمایه به پاش ریختی. اونم چیکار کرد؟ رید تو پولت. با همین فرمون بری جلو کل سرمایه‌تو به باد داده. آقا پسر رفته. خفه شو منصور. بله خفه میشم، چرا که نه. 27 سال خفه شدم اینم روش. اصلا به من چه پول خودته. 20 میلیون دلار بده. از کجا معلوم کار خودش نباشه؟ به این فکر کردی؟ کل پول شرکتی که به فنا داده. ارغوان نمیدونه، من و تو که میدونیم که شرکت با مخ خورده زمین.